دیوارنگاره‌های مشهوری سرزم و هولبوک، هیکلچه گرگ و دو طفل، کندکاری‌های روی سنگ و چوب، سکه‌های دوره هخامنشیان و کوشانیان، پیکره‌های بودا از عجینه تپه در ارمیتاژ سنت پتربورگ نگهداری می‌شوند. مسکو برای بازپس دادن بازیافت‌های تاریخی که زمان شوروی در حدود تاجیکستان پیدا و بعداً برای نگهداری به آثارخانه‌های روسیه برده شدند رضایت نداد. وزارت فرهنگ تاجیکستان بارها برای برگرداندن دیوارنگاره‌ها دستخطهای قدیم و تنگه‌های طلایی و برنجی که ارزش نادری تاریخی داشته اکثراً در ارمیتاژ سنت پتربورگ نگهداری می‌شوند مراجعت کرده است. اما مقامات مسئول روسیه در پاسخ به مراجعت‌های به تکراری تاجیکستان گفتند هیچ زمینه قانونی برای بازپس دادن این آثار وجود ندارد. این آثار که نیمه‌های عصر گذشته از موضع‌های تاریخی هولبوک، عجینه تپه، پنجکت قدیم، دیوشتیج و بونجیکت ضمن کوفتکوی باستانشناسی پیدا شدند، ارزش بلند تاریخی دارند. آن وقت که تاجیکستان عضو شوروی بود، این آثار به مرکز این اتحاد روسیه انتقال یافتند. شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 19 اپریل بر رادیو آزادی گفت این پاسخ آنها را قانع نکرده است و حالا تصمیم دارند دوباره برای برگرداندن این آثار تاریخی مراجعت کنند. مظفر عزیزی باستانشناس تاجیک و کارمند مؤسسه ترمیم یادگاری‌های تاریخی روز 20 اپریل گفت روس‌ها در صحبت‌های رسمی و غیر رسمی میگویند کنونسی‌هایی را که کشورها برای برگرداندن آثار تاریخی مسئول می‌کند امضا نکردند. این باستانشناس تاجیک میگوید ده‌ها نامگو و صدها بازیافت‌های نادر تاریخی در روسیه نگهداری میشوند. به قول او این بازیافت‌ها موقتاً با بهانه موجود نبودن شرایط نگهداری بر روسیه انتقال یافتند. مظفر عزیزی باستانشناس تاجیک میگوید باید تلاش شود تا این آثار برگردانیده شوند. او گفت این تاریخ 1300 ساله ما است. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید آثار تاریخی که به تاجیکستان تعلق دارند ولی در خارج کشور نگهداری میشوند روی خط شدند. ماه دکبر سال گذشته پارلمان تاجیکستان ضمن بررسی رفت اجرای برنامه دولتی حفظ یادگاری‌های تاریخی برای سالهای 2012-2020 این موضوع را مطرح کرده بود. وکیلان پارلمان از نمایندگان وزارت فرهنگ درخواست برگردانیدن آثار تاریخی از خارج کشور را کرده بودند.